دوستان اگر میخواهید بدانید که در 10 سال آینده در کدام سطح موفقیت قرار خواهید داشت، یک بار یک نگاهی به زندگیتان بکنید که آیا اهداف بلند مدت دارید یا ندارید، برای آن تلاش میکنید یا نمیکنید و چقدر سرمایه گذاری بالای ذهنتان میکنید. اگر جواب مثبت است که هم هدف بلند مدت دارید، هم برای آن تلاش میکنید و هم بالای ذهنتان سرمایه گذاری میکنید، بدانید که زندگی شما 10 سال آینده متفاوت‌تر نسبت به امروز خواهد بود و یک زندگی فوق العاده خواهید داشت. اما اگر اهداف بلند مدت ندارید و یا هدف دارید برای آن تلاش نمیکنید و بالای ذهنتان اصلا سرمایه گذاری نمیکنید، این را مطمئن باشید که 10 سال آینده همین امروز که هستی همین خواهید و نسبت به امروز عقب مانده خواهید بود. دوستان اگر میخواهید که خوشبخت باشید، اگر میخواهید موفق باشید، برایتان اهداف بلند مدت داشته باشید، برای آن تلاش کنید و بالای ذهنتان سرمایه گذاری کنید تا یک زندگی فوق العاده داشته باشید.